نهضت اسلامی تاجیکستان در این آورد اسناد ضروری جنایت‌های کرده امام علی رحمان و کمانده‌اش در قدرت و تقدیم آنها به دادگاه بین‌المللی جنایی در غزه. این را یادآور شویم و من همه شما را، رئیس محترم را، اعضایان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، هموطنان را تبریک می‌گویم که اخیراً این کار انجام شد و به این دادگاه بین‌المللی این اسناد سپرده شد. خب خیلی این یک اقدام بزرگ است، جایی است که جنایت‌های این مخلوق را و حکومتداران خائن به وطن ملت را آشکار می‌کنند. از این پس برای این مردم، ملت ما می‌داند که رئیس جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوان نجات بخش دولت و ملت یا اینکه سیاره و دیگر نه، بلکه یک جنایتکار و همزننده صلح و وحدت، خائن به دولت و ملت است.